سلام علیکم. اپا اکا سازه خوبه؟ سلامتیتون خوبه؟ در این ماه شریف رمضان خدا پروردگار کریم که همه خدا نگهدار نگهبان باشه و پروردگار کریم دینا را تنجی و امانه کنه، همه مسلمان را نگهدار نگهبان باشه پروردگار کریم. همون دختره که نابینایم خیرم کرده پروردگار کریم، یاردمی کرگیت نای خیری کرگیت نای دستگیر که خداوند. برادر عزیز، از سبب هایی که کمتر کارمون بسیار که از خیلی مقصد ایسه میریم و میایم همین اورو را تستر پرداخته نمیتونیم. نه که یک گپ میگم ده برادر، حق کسی یتیمه میخره، حق کسی نیازمنده میخره، حق کسی یک کس میخره. الله مهربان خور زریش کنه. کسی که در حق ما تهمت میکنه پروردگار با تهمت گرفتار شوه. خداوند مهربان در همین دنیا جزا شبه تا که بفهمه. و برادری از همین نواری که ما چکیتیم در اوجا گبز میزنن مقصد ماه شریف رمضان ده و ای تقدله، یعنی که برادرها همین نوار بر ما روان کردن. ما دیگه منتج کردم دیگر خیلی ایسم میریم. برادرها خودتون دیده استین سبب هایی که اسپید نمیکنیم با اون خاطر خواستم همین نوار امانم برادر جانا که شما تماشا کنین. 150,000 دیگه گده تا همه خواهر ده، یعنی که موندگی برادر جانا خواهش میکنیم اکه یک خیر دیگه هم کنه شگر خدا جمع شده 150,000 دیگه هم نمیرسه پروردگاری کریم که خدا نگهدار نگهبانتون باشه پروردگاری کریم. یک شفای کامل متو دینای روشن بینم، پدر و مادر مروی شنیش نبینم، فرزندای پدر بینم پروردگاری کریم. در نمازم در حق همه دعاگو میشم، در هر جای باشه خداوند نگهدار نگهبانتون باشه پروردگاری کریم. دهه آخر پروردگاری کریم مسلمانو در هر جایی که باشه خداوند نگهدار نگهبانتون باشه پروردگاری کریم. دینا را تنجی و امانه کنه پروردگاری کریم. این یکی لنگری من خداوند کریم نگهدار نگهبان باشه پروردگاری کریم. فیض و برکت های زیاد خداوند خارش نکنه پروردگاری کریم. در هر جای باشه خداوند نگهدار نگهبان باشه پروردگاری کریم. چی مراد و چی مقصد داره به مراد و مقصدتون برسونه پروردگاری کریم. همتون هیکل و فتو نگهدار نگهبان باشه، همیشه در پناه خداوند باشه. جای باشه بیغل کن را بینو بیا کجا قیل میفهمم تو که انتظاره بکشم گردم کجی کلم درون دیلم زرداباد شده نموزه کتاب خون ایشونو با هم رفتو همه شد. سلام علیکم. ماه شریف رمضان قطع همتون تبریک میکنیم برادرای محترم. خداوند مهربان هر جایی که باشین سربلند و خونه آباد باشین. پروردگار شخصانت که فرزندکاتون بیمار است خداوند شفای کامل شده. پروردگار کدامت بیمار هستین شفای کامل تون. خداوند مهربان شخصانت که پدر و مادرتون بیمار هستن پروردگار شفای کامل شون بده. پروردگار و شخصانی که پدر و مادر نداره در این ماه مبارک جنت الفردوس رو نصیبشون بگرداند. برادرای محترم همه همه دعای ما برای چی بود؟ برای اینمی دخترکی که چشماش کور هستن. برادرای حصار خواهش میکنم از شما همه خواهرک ما و شما از شهر حصار است. الحمدلله که ما زدم ای سزم او سزم خیلی با قلب هم برادرها بعضش میگن من تانمون میکنن که می طلبی دیم. الحمدلله 350,000 قریب الحمدلله که جمعش کردیم برادر عزیز. 150,000 دیگر برای همین در کار است. خواهش میکنم از شما همه جا یک دستگیری کنین که همه مبلغش جمع کنیم در تو برای در هندوستان همه خواهر ما و شما تبابت کنه و بیایا از اون سن با یک بچه که مسلمان بگیره که با در تویش اشتراک کنیم. خواهش میکنم از شما یک دستگیری که دیگه کنین همین بیچاره را خواهش از شما میکنم برادر عزیز. بعداً برادرایی که خیر کردن نمیتونین خواهش از شما میکنم لایک مونین و کامنتر را بگذارین انشالله که بهترین از خوب است برادر عزیز. اینم یک ثواب است، در می ثواب خوش میشیم برادر عزیز. حداقل همین لایک و کامنتر را بگذارین خدا کند که در این ثواب خوش میشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماما تسلی شده الله نباش روی کامل بوده.
شکر به همه داد شکر انشاءالله. خدای بدم نکنه. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، صحت سلامت هستین. برادرای عزیز، اینو نامی خلاکی مقصد تویا کس از اون نایا کورا مقصد نمیکنم و میخوایم خواهر ما مقصد نمی چماش بینا شود هیچی نخواهد بیاد شن ببینه که با خودش بشود. در این دنیا تو را دارم برادر در برم باشی کی باشه چون تو غم یک همون نوبینو که یک اجری برای خودش داره، یک اجری برای خودش داره. خصوصا گوش کنه دخترک هایی که در شبکه های اینترنتی سبحان الله تنه اوریان میگردین، سبحان الله فسق فاسقی میگردین. پس امروز ببینین که الله مهربان چی قدرت ها داره. الله مهربان میتونست همه اپای مرا امروز بینا کنه و یکی امروز تو از پشت تو چقدر مردم گناهگار شده، چقدر تو در شبکه های اینترنتی میبروی کیم چی کارایی نمیکنی، چی گپایی را گپ نمیزنی، میتونست که الله انم نور چشمای تو را بگیره و انمی بیوره انمی اپاکی ماده بوده. برای همقا اتقوا الله، از الله بترسن، از خدا بترسن که این روزهای میشوه، از روزهای میشوه که ما هممون با نزد الله میریم جواب میگیم. الله ترا نور داده، پیمارا نور نداده. الله مهربان ایرام نور داده. هزارها میلیارد بار از شما ده خوب است، میلیارد ریال بار. امی یک کارش که الحمدلله که نمازش 5 وقت میخونه،
5 وقت نمازش میخونند. دیروز امازی آمدم، دیروز گفته سر که بانیا در آمده بیچاره در بانیا غلطیده است. همون که تو اوریان میکنی خطاب در اینجا نمایش میکنی و در اونجا چقدر زینا میکنی، در اینترنت بر آمده زینا میکنی. پس بس خودت فکر کن که اگر الله مهربان نور چشم تر میگرفت چیکار میکردی؟ چیکار میکردی؟ از خدا بترسیم. قسم به الله کو هر یک ساعت، هر یک منوت، هر یک دقیقه که وقت گذرانده استای، این خود زحمت کشیده است، سوم گفته جانت برآمده استای. من نمیدونم ده تا چی چیز میزنن، پدرکر میزنن، تمام اینجا تا اوریان میکنی. فراموش نکن که عذاب پروردگار سخت است، عذاب خداوند وزمین است. این اپیخ شوی نزنینم چیکار کنیم؟ پروردگار شما را خیلی میکرد که سبحان الله کم میشیدین، کم. اپا جان گپ زد، یگان گپ داری اپا جان؟ گپ زد اپا جان، کتا کتا گپ زد، نو ترسیده بی پروا. می چشمام نبینه کدوم 7 سال شد که نمیبینم. تنی بدر تو همه جایی باشه بگم نبینم بیا کدوم قیل میفهمم. تو که انتظاره بکشم گردم کجی کلم درون دیلم زرد و بود کرد. نموزکتا بخون ایشالا با هم رفت و همش خوب بشه. خیلی خدا همه را نگه بداره، انشالله همه را خدا نگه بداره. دست گیریم کنه من نبیناگی میفورم درون دل جگرم پری زرده و لیکی گو زده نمیتونم. تنی بدر دارم، نبیناگی قیله. پیش ساز بودی خیلی میدیدیم ها شکر خدا 7 سال شد که فقط انتظاری میکشم تا که گردن کجی کنم و چای به چرا میگم ما کسلی شده.
همیشه در پناه خداوند باشم. سلامت باشی اپا جان، سلامت باشی. خدا نگهبانتون شما دارم. برادر عزیز، در شفا فرما عکسای ایدونه رفته شده است. قاری جان، در عکس شما حاضر عین حال چی است؟ خب برادر، در عکس ایدونای ما اینه قرعانای 10 چیزای. اول یک قرعانی بگیم عربی و تاجیکی. عربی و تاجیکی. بله. برادرایی که خوندن نمیتونن مرحمت. خب در اینجا با تحفه دیگر که میباشه آب زمزم تازه، تسبیح الکترونی با فوتلرش، همچنین تسبیح سنگی با یک مسواک چوبی با فوتلرش، یک صابونی سیاه‌دانه برای مقصد پوست سفید کردن، بسیار بیماری ها دم فایده خوب داره. همچنین یک دوخی دوبه است که الرحب که بوش در لباس تا 3 روزه میمونه، همچنین یک جوینماز کرمانی با کامپوسش و همچنین این جوینمازی که میبینید خیلی جوینماز کلون ادیالی است، مقصد غوث خسرو است. این همه چیزایی که شما برادرای عزیز میبینید، همین 10 چیز با نرخ 2900 روبل میتونید خریداری کنید.